The world is getting warm fast. The world is getting warm fast. یعنی جهان بسیار سریع رو به گرم شدن است. دوستان عزیز، زمانی که کلمه get با یک صفت یک جا میشه معنی شدن را میدهد. Get warm یعنی گرم شدن. Get cold سرد شدن. Get happy خوشحال شدن. Get angry مثلا قهر شدن. Get hungry گرسنه شدن و امثال اینا. در اینجا هم این معنای شدن هم میده، یعنی جهان گرم می شود سریع. Global warming surpassed 1.5 degrees for the first time. زمانی که شما اکسی را میبینین این معنیش میشه سلسیوس، یعنی پایین ترین درجه حرارت. Global warming معنیش میشه یعنی گرمای زمین. Global warming surpassed سبقت گرفتن، پیشی گرفتن از یک حد معینه را ما میتونیم که پیشی گرفتنش هم میتونیم surpass بگیم و این در حالت گذشته یا simple past استفاده شده. میگه گرمای زمین برای بار اول به مقدار 1.5 درجه سبقت گرفته یا پیشی گرفته. It was more than the target which world leaders set in 2015. It was more than the target. اینی کلمه than نسبت به معنی میشه و معمولا استفاده میشه که مقایسه کنه و در اینجا more than یعنی بیشتر معنی میشه. میگه این بیشتر از امو هدفی بود که رهبران جهان در سال 2015 ای را ضبط کرده بودند. Experts worry about the impacts which rising temperature has on nature and food systems. ببین دوستان در اینجا experts متخصصین، کارشناسان معنی میشه. worry فعل میشه یعنی پریشان شدن و به تشویش شدن. impacts تأثیرات معنی میشه و rise یعنی صعود کردن، افزایش یافتن، بلند رفتن. temperature هم حرارت یا گرما. nature طبیعت و سیستم های غذایی. چی مانا؟ متخصصین یعنی پریشان هستند. Experts worry about the impacts یعنی متخصصین، کارشناسان، دانشمندان پریشان در مورد تأثیرات گرمای زمین هستند. Which rising temperature has on nature and food systems. ای که میگه بلند شدن حرارت یا گرما تأثیر داره بالای طبیعت و بالای سیستم های غذایی. World leaders signed international agreements. میگه رهبران جهان امضا کردند قراردادهای بین المللی را like the Paris Agreement مثل یک قرارداد بین المللی پاریس. But extreme weather events. در اینجا extreme یعنی به نهایت. extreme یک چیزی که به نهایت یا شدید باشه موضوع را میتونیم extreme بگیم. Extreme weather events worldwide show یعنی رویدادهای جدی یا شدید آب و هوا یعنی به شکل جهانی نشان میدهد that we need to do more and do it quickly. نشان میدهد یا بیان میکنه که ما کار بیشتر و این کار باید سریعتر انجام بدیم. Good things are happening. چیزای خوب در پیش روست. Good things are happening یعنی چیزای و خبرهای خوب در پیش روست. For example, به گونه مثال, the US invested $1 trillion into new technologies and China wants to make more renewable energy. به طور مثال امریکا invest سرمایه گذاری کردن معنی میشه امریکا میگه سرمایه گذاری کرد $1 تریلیون در تکنولوژی های جدید یا مدرن. And China wants to make more renewable energy و چین میخواه که بیشتر انرژی های تجدید پذیر بسازه. انرژی که از باد و از سولر یعنی آفتاب و خورشید از اینا به دست میاره ما renewable energy میتونیم بگیم.
but it's still not enough. اما تا هنوز میگه کافی نیست. And we need more actions to deal with the negative impacts of climate change. و ما اینجا اکشن اقدام مانا میشه و ما نیاز داریم، ما باید به اقدامات بیشتر نیاز داریم to deal with که یعنی سازگاری کنیم یا به طرز دیل در اینجا دیگه در کل یعنی راه حل پیدا کردن معنی میشه که ما یک راه حل، یک چاره درمان را پیدا کنیم با تأثیرات منفی اقلیم یا تغییر اقلیم. اینجا climate change تغییر اقلیم مانا میشه. ما نیاز داریم به عملکردهای بیشتر تا ای که بتانیم یک چاره و درمان پیدا کنیم با تأثیرات منفی اقلیم، تغییر اقلیم. خب دوستان اینجا لغت مشکلش هم میبینیم. surpass معناش میشه to go beyond a limit، یعنی از یک حد معین بیشتر رفتن یا سبقت گرفتن. ما میتونیم surpass بگیم. target که هدف معنی میشه something you want to reach or achieve، یعنی یک چیزی که شما میخواین او را به دست بیارین. renewable energy یعنی انرژی تجدید پذیر، انرژی که میآید از باد و از خورشید و از آب و غیره، ما renewable energy میگیم.